شما حاضرین با پسری ازدواج کنید که مادرش ناتوان و مریضه و با این آقا پسر زندگی میکنه؟ حقیقتا نه. نه خب بله حتما، چرا که نه. بله. چرا؟ بر مادرش پرستار بگیره و خونه ما جدا باشه. ما تلاش میکنیم واسه زندگیمون، باید سر کار بریم، نمیرسم اصلا بخوام از مادر شوهرم هم نگهداری بکنم. باید درآمدش به مقداری باشه که روزی مادرش ناتوان شه بتونه مثلا براش پرستار بگیره. من نباید مراقبت کنم از نظر خودم. من خودم زندگی خودمو دارم، دغدغه‌های خودمو دارم، درسم، زندگیم، کارم و حس میکنم که نمیشه همه اینا رو موازی با هم جلو برد. خب مادر همسرم عین مادر خودم میمونه و از جون و دلم تمام کارمو بر بهبودی ایشون انجام میدم. همسرمو بزرگ کردن، تربیت کردن. بالاخره و باید تو این روزای سخت، شرایط سخت همراه باشیم و ازشون به خوبی مراقبت کنیم. بالاخره خب مادر همسرم با مادر خودم هیچ فرقی نمیکنه. شما بگید خانوما حاضرن با همچین شرایطی ازدواج کنن یا نه؟